How do you do? I'm very happy to have this personal visit. فرمول ناپل اون هیل برای تحت فشار گذاشتن سازنده خود با موفقیت سریع. فصل اول، فلسفه فشار هدفمند. ناپل اون هیل، نویسنده مشهور کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید. بیش از 20 سال از زندگی خود را صرف مطالعه افراد موفق و استخراج اصول جهانی موفقیت کرد. او دریافت که موفقیت سریع و خارق العاده اتفاقی نیست، بلکه حاصل فشار حساب شده و هدفمندی است که فرد بر خود وارد می‌کند. اما این فشار چیست؟ یک تعریف فشار سازنده. فشار از دیدگاه هیل به معنای خستگی مفرط یا کار بی‌وقفه نیست، بلکه تمرکز شدید منابع ذهنی، عاطفی و فیزیکی بر یک هدف واحد در بازه‌ای مشخص است. این فشار سه ویژگی دارد: آگاهانه و داوطلبانه است، محدود به زمان است، جهت‌دار و هدف محور است. 1.2 تفاوت فشار سازنده و تخریب در. هیل تاکید می‌کند که فشار هرچه بیشتر فشرده شود، انرژی بیشتری برای پرتاب به سمت هدف ذخیره می‌کند. فشار تخریب در اما مانند شکستن چوب است، این استقامت را از بین می‌برد. تفاوت در این عناصر است: فشار سازنده با استراحت و بازیابی همراه است. فشار سازنده ناشی از اشتیاق درونی است. فشار سازنده قابل اندازه‌گیری و تعدیل است. فصل دوم، گام اول، این هدفگذاری قطعی. 2.1 قدرت نوشتن هدف. هیل میگوید هدف قطعی آغاز در همه دستاوردهاست. فقط 3% از مردم اهداف مشخص و مکتوب دارند و این همان 3% هستند که بیشترین دستاوردها را کسب می‌کنند. نوشتن هدف 4 تاثیر روانی قدرتمند دارد. 1. وضوحی از ابهام خارج می شود. 2. تعهدی تصمیم آشکار می شود. 3. فیلتری معیاری برای انتخاب‌ها ایجاد می کند. 4. جذبی ذهن ناخودآگاه را فعال می کند. 2.2 فرمول نوشتن هدف به سبک هیل. یک هدف مؤثر باید دارای این 6 مشخصه باشد. مشخص، اسپسیفیک. هدف نباید کلی باشد. به جای پولدار شوم بنویسید درآمد ماهانه 500 میلیون تومانی از طریق فروش محصولات آموزشی. قابل اندازه‌گیری، میژربل، عدد، مقدار، درصد یا واحد مشخص داشته باشد. افزایش 40% فروش در 3 ماه. دست یافتنی اما چالش برانگیز، اچیویبل، یت چالنجینگ. باید خارج از منطقه آسایش باشد، اما نه آنقدر دور که باورناپذیر شود. مرتبط، رلوونت، با ارزش‌ها و اهداف بزرگتر زندگی همخوانی داشته باشد. محدود به زمان، تایمی باند. ضرب العجل مشخص داشته باشد. تا پایان شهریور 1403 مثبت و شخصی شده پازیتیو اند پرسن به زمان حال و به صورت اول شخص نوشته شود: من با افتخار تا پایان سال مدیر بخش بین الملل شرکت شدم. 2.3 تمرین عملی. همین الان کاغذی بردارید و این سوالات را پاسخ دهید. 1. دقیقاً چه می‌خواهم؟ با جزئیات کامل. 2. چه زمانی می‌خواهم به آن برسم؟ تاریخ دقیق. 3. حاضر به پرداخت چه بهایی هستم؟ چه کارهایی انجام دهم؟ چه کارهایی ترک کنم؟ 4. چگونه می‌دانم که به هدف رسیدم؟ معیارهای عینی. فصل سوم، گام دومی، اشتیاق سوزان. 3.1 اشتیاق به عنوان سوخت. هیل می‌گوید اشتیاق نقطه شروع همه موفقیت‌ها است. فشار بدون اشتیاق شبیه راندن ماشین بدون بنزین است. اشتیاق واقعی 3 ویژگی دارد. خواب با خوراک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در گفتار و رفتار ظاهر می‌شود. انرژی طبیعی ایجاد می‌کند. 3.2 روش‌های ایجاد اشتیاق. 1. تصویرسازی روزانه ای. هر روز 10 دقیقه چشمانتان را ببندید. با خود را در حالتی تصور کنید که به هدف رسیده اید. تمام حواس پنجگانه را درگیر کنید. چه می‌بینید؟ چه می‌شنوید؟ چه می‌بویید؟ چه مزه‌ای حس می‌کنید؟ چه چیزی را لمس می‌کنید؟ 2. تکرار تاکیدات یا جملات مثبت درباره هدف را روزانه با صدای بلند تکرار کنید. هیل توصیه می‌کند حداقل 2 بار در روز، صبح و شب، این کار را انجام دهید. 3. محیط سازی، فضای کار و زندگی را با نشانه‌های هدف پر کنید. تصاویر، جملات انگیزشی، نمودار پیشرفت. 3.3 آزمایش اشتیاق. از خود بپرسید: آیا حاضرید هفته‌ای 70 ساعت برای این هدف کار کنید؟ آیا می توانید 2 سال بدون نتیجه ملموس ادامه دهید؟ آیا می توانید 10 بار شکست بخورید و باز بلند شوید؟ اگر پاسخ به هر 3 سوال مثبت است، اشتیاق واقعی دارید. فصل چهارم، گام سومی، تلقین به نفس، اتوسجیشن. 4.1 قدرت ضمیر ناخودآگاه.
هیل معتقد بود ضمیر ناخودآگاه مانند خاک حاصلخیزی است که هر بذری در آن کاشته شود، رشد می‌کند. تلقین به نفس، روش کاشت بذر موفقیت در این خاک است. 4 دو روش عملی اتوسجیشن. هر روز این 4 مرحله را انجام دهید. مرحله اول، آرامش. در مکانی ساکت بنشینید یا دراز بکشید. چند نفس عمیق بکشید و عضلات را شل کنید. مرحله دوم، تجسم. هدف را با جزئیات کامل تجسم کنید. خود را در حالتی ببینید که به هدف رسیدید. مرحله سوم، تاکید. جملات مثبت درباره هدف را با ایمان کامل تکرار کنید. مثلا من شایسته و قادر به کسب درآمد ماهانه 500 میلیون تومانی هستم. فصل 4، گام سومی، تلقین به نفس اتوسجیشن. 4 یک قدرت ضمیر ناخودآگاه. هیل معتقد بود ضمیر ناخودآگاه مانند خاک حاصلخیزی است که هر بذری در آن کاشته شود، رشد